از نظر شما شب قدر چه شبیه؟ یکی از برکات ماه رمضان وجود لیلة القدر در شب‌های آن است. شب شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلامه. شبیه که نسبت به شب‌های دیگه ویژگی بیشتری داره. شبی که قرآن بر تمام جهانیان نازل شده. شب قدر نقطه شروع و پایان هر ساله و ویژگی هایی که شب قدر داره شب‌های دیگه نداره و خداوند توی این شب گناهان بندگانش رو میبخشه و دعاهاشون رو میپذیره. نظرتون درباره تقارن شب‌های قدر و عید نوروز چیست؟ امسال سال تحویل با شب‌های قدر و سال روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام متقارن شده که پیوند میان معنویت، دعا و آغاز دوباره است. تقارن شب‌های قدر و عید نوروز فرصتی برای ما برای تجدید عهدمون با خدا. دعای تحویل سال دارای حاجت و خواسته هایی از طرف انسان هاست. شب‌های قدر هم برای ما فرصتی برای تازه شروع کردن و توبه و استغفاره و این امر باعث میشه سنت‌های ملی و دینی رو به هم متصل بشه. قلبمو به شکل عجیبی پر از نور و معنویت کرده. شما امسال چه دعایی میکنین؟ من دعا میکنم به همین شبای عزیزی که تو راهه، به همین روزای عزیز و جدیدی که تو راهن، همه بیماران لباس عافیت به تن کنن. به حقانیت قرآنت کاری کن که امسال سرنوشتمون قشنگ نوشته بشه. الهی آفتاب زندگیتون پر نور باشه. ظهور آقا امام زمان و حال خوب مردم کشورم ایران. اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. اولین دعام ظهور امام زمان عجل اللهه. از ته قلبم دعا میکنم که همه دلها آروم بگیرن. چه حسی داری در این ایام که هم سال نو شده و هم شبای احیاست؟ حس خوبی دارم. حس خوب مهربانی. حس خوبی دارم چون میتونم عمیق‌تر مفاهیم معنوی و اخلاقی رو در سال جدید درک کنم. ماه مهمونی و ضیافت‌های الهی تو روزهای سال جدیدمونه. خیلی خوب. خب یه حس خاص و عجیبیه که هم سال نوه و هم شب‌های احیا. به نظر من ترکیب سفره 7 زین و سفره سحری امسال نشان از فرهنگ اصیل ایرانی و اعتقادات دینی ما مسلمانان است. احساس امید و متولد شدن دوباره دارم. پر از امید و یکم هم دلتنگی برای روزهای گذشته. شب قدر رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و همچنین سال نو رو خدمت شما مهربانان تبریک میدم. حرف پایانیم اینه که عید نوروز عید همه ما ایرانیان هست و شب‌های قدر و ماه رمضان هم عید و جشن همه ما مسلمانان و ایرانیان هست. شب قدر رو بر همه شما عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض میکنم و سال نو رو به همه شما تبریک میگم. امیدوارم تو سال جدید اتفاقای خوبی برای مردم کشورم رقم بخوره و همیشه زیر سایه و نور خداوند باشیم. پس یه زمان مناسبی هستش که تغییراتی در زندگیمون ایجاد کنیم، هم توی ظاهرمون و هم توی قلبمون. در آخر دعا میکنم برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله. اللهم عجل ولیک الفرج.